دیگر موضوع با شهر باستانشناسان تاجیک در هولبوگ محله هنرمندان را کشف کردند. تعداد زیادی محصولات نیم تیار فلزی آهنی از اون درک می‌دهد که مسئله در شکل نیم تیار در این موضع کار کرد میشد. در شهرستان هولبوگ که بر طبق مدارک تاریخی عصرهای 9-10 پایتخت دولت خوتلان بوده است، در دوام 40 سال حفریات و آموزش این یادگاری این بازیافت‌ها نادر عنوان می‌شوند. در کوشش‌های منبع شاید اون تنور و موضع تیار کردن مسئله پیدا گردد. کوشش‌های باستانشناسان در هولبوگ از سال 1953 آغاز شده تا کنون ادامه دارند. شاید در آینده برای سوال شما ما جواب بدیم. هنگام حفریات این شهر قدیمی زیاده از 5000 اشیا که نقش‌های خاص داشتند کشف شدند. از اینجا سال 1984 تیمسال 2 نوازنده را پیدا کردند که حالا در ارمیتاژ روسیه محفوظند. حالا هم حفریات ها در هولبوگ صحیفه های تار این شهر قدیمی را باز میکنند. حفریات هر قدم هولبوگ سالهای بیشتر پیش عالمان میگذارد. این بازیافتی اخیری باستانشناسان است. تگ ظرف سفولی است. شبیه دارد به خوم یعنی کوزه کلون. عالمان با کارهای هر روزه در شهر قدیمی هولبوگ حریصند، چون که بازیافت‌های اخیر آنها را به کشف اسرار چندین ساله این شهر زیر خاک مانده نزدیک می‌سازد. قسمتی بر و قسمتی گردنه این ظرف سفولی معین گردید و از روی همین سه قسمت اندازه و خودی نمای همین ظرف معین کردن برای باستانشناس به نهایت آسان است. هولبوگ چون میراث فرهنگی تحت حمایت یونسکو قرار دارد.